نماز. دین اسلام پس از توحید به نماز اهمیت زیادی نموده، چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم آن را رکن دوم از ارکان اسلام دانسته فرمودند: اسلام بر 5 چیز بنا شده است: شهادت دادن این که خدایی جز الله نیست و محمد بنده و فرستاده اوست و برپا داشتن نماز. همچنین رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز را بهترین اعمال معرفی کردند. فرمودند بهترین اعمال ادای نماز در اول وقتش می باشد. و نیز نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند اسلام سر این امر است و نماز ستون آن است و نماز نوری است برای صاحبش و نیز کفاره اشتباهات می شود. و مصداق این فرموده خداوند متعال است: نماز را بر دو طرف روز و نزدیکی شب برپا دار، به تأکید خوبی ها بدی ها را از میان بر می دارد. این است تذکری برای تذکرپذیران. سوره هود 114. و نیز آن حضرت فرمودند آیا می بینید اگر رودخانه‌ای بر در خانه یکی از شما باشد که هر روز 5 بار در آن غسل کنید، آیا چیزی از چرک‌هایشان باقی می‌ماند؟ گفتند چیزی از چرک‌ها باقی نمی‌ماند. آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند چنین است مثال نمازهای 5گانه، الله تعالی با آنها اشتباهات را نابود می‌کند. و با آنچه گفته شد نماز سبب مهم داخل شدن به بهشت است. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم به ربیعت ابن کعب هنگامی که همراهی آن حضرت را در بهشت خواست فرمود با زیاد سجده کردن مرا یاریده. و نماز در نزد علمای لغت به معنای دعا می باشد، ولی علمای شریعت چنین می گویند عبادت الله تعالی با اقوال و افعال ویژه که با گفتن الله اکبر آغاز و با سلام دادن پایان می یابد. نمازهای 5گانه بر هر مسلمان بالغ عاقل مرد باشد یا زن واجب است. خداوند عزوجل فرموده است و نماز را برپا دارید و زکات را بدهید و با رکوع کنندگان رکوع کنید. بقره 43. و از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در مورد اسلام پرسیده شد. آن حضرت فرمودند 5 بار نماز در شب و روز. پس از آن گفت آیا غیر از آن بر من چیز دیگری هم هست؟ فرمودند نه مگر اینکه نفل ادا کنی. همچنین واجب بودن نماز به اجماع امت اسلام نیز ثابت شده است. و از توجه اسلام به نماز این است که امر کرده تا به کودک نماز خواندن آموزش داده شود. آن حضرت فرمودند فرزندانتان را به نماز خواندن در سن 7 سالگی امر کنید و آنان را مورد تنبیه قرار دهید اگر 10 ساله باشند. و از آسانی اسلام این است که کافر نو مسلمان به ادای نمازهای قضا شده قبل از اسلامش امر نمی شود، زیرا که اسلام ما قبلش را نابود می کند. و در مورد کسی که نماز نمی خواند و منکر فرضیت آن می باشد علما فرمودند اگر نادان باشد به وی آموزش داده می شود. اگر باز هم به انکارش ادامه داد کافر بوده و تکذیب کننده الله و رسولش و اجماع مسلمانان می باشد. اما کسی که نماز را از تنبلی ترک کند کافر می شود. بنا بر رأی راجح اهل علم حاکم باید او را به نماز خواندن دعوت کند و برای مدت 3 روز از او بخواهد که توبه کند. اگر توبه نکرد به عنوان مرتد کشته می شود. به دلیل فرموده آن حضرت صلی الله علیه و سلم که فرمودند عهد میان ما و آنان نماز است، اگر آن را ترک کنند کافر شوند. و فرموده آن حضرت صلی الله علیه و سلم فاصله میان شخص و میان شرک و کفر ترک نماز است.